بیادر داستان بسیار طولانی است. اگر او را بگوییم که به یک ساعت تمام نمیشه، وقت تا نگیریم. دین شب برادرم وضعیت خراب میشه. اینا افراد تازه دم زیاد دارن، میارند میبرند و شب 500 نفر بالا میکنن، با صبح تا میکنن دیگه نفر. بچه های ما و شما به اون اندازه نیست و دوامدار بود یک جنگ فرسایشی خسته میشدن. به این خاطر طرف دربند یک خط اعلام میشه و اینا میروند به طرف فراج و ساعتای 10 بجه یک جلسه میگیرن، فیصله میکنن که راه را اعلام بکنن یا پیش بیان. دیگه راه را اعلام میکنن و این طرف حرکت میکنن، میان دوجه بمب تیار کرده ای بودین دوزیر موجکی ریموتکی دیگه، یا که تیر میشن کاروانا میان این طرف و انفجار میدن. این مجاهدین در طرف های قوه تقسیم میشن یا ممتو بیخار و بیخلل میان راست و منطقه تاواخ. در تاواخ که میرسن یک دفعه بیادر از پشت سرک زیر سرک نفرای کمین شروع میکنن، بزن 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 بزن. 180 موتر آمی و تانگی گپارا میگیرن، مهمات بسیار به قدر کافی میگیرن. 400 تا 500 نفر کشته است و 1600 نفر اسیر است. دیگه برادر وضعیت کاملا دگرگون، روزگار از یا خراب. یک تعداد افرادشان متواری در کووا است و حال پروگرام است که شب سر از وام فکر میکنن گورا چه قسم به دست بیارن. این خطای ایجا امی رقم در طرفای بالا و اما چند تا بدخشانی ها که بر اثر میانجیگری یک هیئت از رفته بوده و آمده بودیم در طرف سبحان الله و چه به موتورسیکل در خانه قلندرویشون اونجا فاتحه دور میکنند و یک چای میخورند اونجا. و گفتیم ما به این خاطر مییم یک تعداد طالبای علمندی و زابلی هستن که بود اینجا جنجال نکنن. خو هم مولای چیز فصیح دین و امام دین ما و مردمایی هستن که جنگ کردنی نامدین. ای تو فکر بکو که با کمک ما آمده باشن. این تو یک تعداد هستن در پریان. ولی یا اگه در خواک بودین از راه چگرینه و بالا شده بودین آمده بودین کوبکو 7 کیلومتر را پیموده بودین سر دو هتل پایان شدین. این خطای ما یک ذره نابرابر بوده. یگان جنجالکای دوجه است، اما نبودن یک آدم کلان که درست هماهنگی بکنه و مشکل جدی است. یگان چیزای با آدرسای رئیس داوود میگن و درست نیست. دیگه من تو بد نظمی دوجه شده بوده، کسی گپ کس نگرفته، در ایا قار کردین آمدین دیگه گپا بالاخره و خط میشکنه. طالبان میان آمده بودین این تا قسمتای دشتریوت. در دشتریوت یک جنگ میشه دوجه. یک نفر بچهای دشتریوتی تا که مرمی داشتن میزنن، 7 نفر طالب میزنن، بعد از او دو بچا شهید میشن. کسی گفت اسیر شدین، با پسانتر گفتن شهید شدین. بازی‌ها یک خط جور میکنن در منطقه، یک خط جور میکنن بچهای ما و شما در قریه شاه مردان، یک خط هم در صفیشیر. اما وقتی که جنگ در قسمت‌های پایان شروع میشه و اینا بپر میشوند و هم از ترس از اینکه از پیش سر خط نشون، پس از دشتریوت خودشون جمع میکنن میروند طرفای دو هتل اونجا و عالی از اوجم به طرف خواک رفتین. امروز هلیکوپترهای ما شما در بعضی از مناطق خواک کماندوها را پایان کرده و راه هم پراندین که تانگایی که از طرف چیز آوردین از او خواک تیر کرده بودین در چیز و مشکل جابجا هستن، باید واکلش گرفته شود دیگه. پس اون طرف بردن میتونن راه را سرشون قطع کردن، راه بند شده. ان شاء الله تعالی وارا میشه باید بگیرن. سر از واک کار است از طرف قلقا و جا و طرف اندراب و مردم هم آمده و سرای کوتل حال پیش مردم اندرابی است و اصلا در پریان یک تعداد از یا از این دووی که سبکی خطا میخرند راست میرند اونجا و بریق طالب بالا میگن در ولسوالی یا مستفیدای پریانی میان تسلیم میشوند و یک 60 نفر مجاهدین از امرای حاجی باز محمد میگن او در کوه میبره و چه نشدین. آل پیشترکات تماس گرفتن که پریانم و بریق پس پایان کردند و گپا در پریانم حل شد. وضعیت نمی رقم است دیگه. به توفیق پروردگار یک ضربه نادر است دیگه. در تاریخ هم دیگه کسی تا حال تری نزده. یا دینشه و جا خیزک بزنه جشن بگی فیر بکو و در سراسر افغانستان